الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا أو نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این خطبه‌ای که خواندیم خطبه حاجت است، خطبه هست که حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم قبل موعظه، قبل هر یک درس این خطبه را می خواندند. و البته اگر ما در اطراف این خطبه حاجت برای شما صحبت کنم، از خدای خود باوری دارم که در چند جمعه نزدیک ما این را برای شما، معنای این برای شما به پررگی بیان کردن نمیتوانم. که به هر حالم که باشد آغاز این خطبه حاجت که حمد و ستایش از برای پروردگار یاد می شود. حمد و ستایش و تعریف همه پروردگار حق توست و از برای توست. اگر چنده که ما در برابر این قدر نعمتهایی که الله برای ما نصیب کرده است، اگر شبن روزن حمد پروردگارم که گوییم، تا حال ما حق حمد گفتن الله را بجا آوردن نمی توانیم. و این تعد نعمت الله لا تحصوها، پروردگار خود بیان می کند ای بندگان من، اگر آن قدر نعمتی که من برای شما دادم، اگر اونها را شما با تمام تکنیکای حاضر زمان حساب کنید، عدد این نعمت ها را شما رسیده نمی توانید. به هر حالم که باشد عاجزیم، ناقصیم، لیکن حمد و ستایش پروردگار را با قدر ناقصی و با قدر کمبودی هایی که داره میگوییم و میکنیم. گفته حضرت سعدی بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که بجا آورد. حمد و ستایش از برای تو ای پروردگار. حمد میگویم تو را ما بندگانت، و نستعینه. هر یک کلمه این خیلی معناهای بلند طلب میکند. نحمده و نستعینه. ببین بسیاری ما و شما در کلمه نستعین میگوییم لیکن در عمل اجرا نمیکنیم. نستعینه، ای پروردگار اگر بالای ما بندگانت یک مشکلات آمد، یک مشقت، فقط و فقط روی به سوی تو میکنیم، فقط از ذات تو کمک طلب میکنیم. نستعینه.
دیگر نه به فالبین تکیه داریم، نه به جادوگر تکیه داریم، نه به او مزارهای لطبند تکیه داریم، نه به سنگ و خاک و آن چیزی که تبرک از قبرستان ها میاریم، به آنها ما تکیه نداریم. پروردگارا فقط و فقط از تو کمک طلب میکنیم. برای ما خار، برای ما نعل، برای ما موره های چشمی هیچ فایده ندارد. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ما و شما سوره فاتحه میخونیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا یگانه فقط تو را عبادت میکنم، فقط سر تعظیم پیش تو فرود میارم و فقط از ذات تو کمک طلب میکنم و جز ذات تو از هیچ کس کمک طلب نمیکنم. اگر ما در کمک هایی که پیغمبران از پروردگار طلب کردن در قصه های اونها اگر رفته درآییم، میبینیم که حتی که امروز که من برای شما از اوصاف و فضایل حضرت ابوبکر صدیق خواستم حکایه کنم و انشاءالله اگر خدا برای ما فرصت دهد حکایه میکنیم. وقتی حبیب خدا همراه ابوبکر صدیق که در غار ثور پنهان شدند از حساب مشرکان عرب، به خاطر که اونها از مشقت و عذاب اونها دور بمانند، در داخل غار پیغمبر خدا چی گفت؟ لا تحزن ان الله معنا. وقتی ابوبکر رضی الله عنه که نگاه کرد که مشرکای عرب اطراف غار احاطه کردند، دلش به خودش نمی سوخت، همه امید و دلسوزیش برای پیغمبر بود. وقتی به ضابطگی کرد، وقتی ناآرام شدن که گرفت، حبیب خدا به هیچ کس تکیه نداشت، فقط چی گفت؟ غمگین نباش، الله همراه ما هست. این جمله ها باید که همیشه در مینه سر ما و شما، در یاد ما و شما باید که جای داشته باشد. همه مشکلات ما نباید از الله پرسان کنیم، فقط تکیه بر خدا داشته باشیم. از حساب نافهمی هامون امروز تکیه به بعض بندگان خدا، به بعض گذشتگان کردیم، آمده به شرکیات در آمدیم. حتی که تا حد آمد که ما و شما از جامون میخیزیم یا علی یا سیف یا ذوالفقار. ببین از جامون خیستنده کمک از الله نمیپرسیم، حالان که اون قوه بزرگی که تو را از زمین بالا میکند فقط قوه الله هست. یا علی در اینجا کار نمیدهد، یا سیف یا ذوالفقار در اینجا کار نمیدهد. اینا چیزی هستن که اصل در اسلام هست. من برای شما از اصل اسلام صحبت دارم. یا از جامون میخیزیم یا پیر گفته میخیزیم یا رسول الله میگوییم، اینا به کار نمیروند. فقط از جامون میخیزیم الله میگوییم، میشینیم الله میگوییم. این از آن چیزی که دستوراتی که در نستعینه ما در خطبه خود میخواهیم، فقط و فقط کمک از ذات تو داریم. حتی در پول هم تکیه نکنیم. بعضی همون میگیم اگر پول باشد همه کار حل میشود. نه، بسیاری پولدارای را دیدیم و میدانیم که اگر با پول او تمام زندانی های تاجیکستان خلاص کرده میشود، لیکن پول هیچ کاری ندارد. پول حال او انسان خودش خریده نتوانست. این خطبه را خطبه حاجت میگویند. جمعه گذشته من اطراف این خطبه حاجت برای شما مفصلا شاید آهسته آهسته بیان کنم چی معناها دارد. جمعه گذشته برای شما وعده کرده بودیم که از صفتها و فضیلتهای حضرت ابوبکر رضی الله عنه برای شما صحبت میکنم. و البته سبب
این موضوع سبب این برنامه را چگونه که جمعه گذشتم اعلان کردم که بسیاری از برادران ما از ما بسیار تعجیلا خواستن که اطراف این یار اول پیغمبر، جانشین رسول اکرم، خلیفه اول صحبت داشته باشم، زیرا که این برادر ما در یک مجلسی شخصان نشسته بودند که اونها سر به سر در دوام 1 ساعت یا 2 ساعت فقط و فقط مذمت، ملامت، تحقیر، محاکمه ابوبکر صدیق بوده است. باور کن خیلی جای تأسف است، خیلی جای مصیبت است که امروز از زبان فرزند تاجیک، از زبان فرزندان سلمان فارس چنین سخنهای تحقیرآمیز، لعنت گفتن نسبت ابوبکر صدیق صدا دهد. خیلی جای به خدا قسم خیلی جای مصیبت است. وقتی انسان نام ابوبکر میگیرد چه یک نام شیرینی هست، چه یک نام شیرین است. کجا اوصاف او را، کجا از صفتهای او وقتی که ما حکایت میکنیم اونقدر جانگدازی و اونقدر محنت هایی که در اسلام این دوست خدا انجام دادن. و پیش از آنی که من آغاز این صحبت از دعای خود حضرت ابوبکر که چگونه دعا میکردن دعا کنم، اول به تمام شما برادران عزیز و گرامی و کسانی که آینده صدای ما را میشنوند، فقط مراجعت من همین است: از این راه، از این عقیده نادرست بازگشت کنید. به خدا قسم آن زبانی که نسبت ابوبکر صدیق تحقیر دارد، نسبت حضرت عثمان و حضرت عمر یا حضرت علی تحقیر دارد، او همراه همون صاحبش جهنم می رود. در هر یک جایی که گروه های پیدا شدن که نسبت این دوستان خدا دشمنی می‌ورزند، تحقیر میکنند، یقینا شما دانید که در همون محل، در همون دیه، در همون جمهوری پراکندگی، بی‌شفقتی، کشتار، ترکیش، همه بدبختی ها روی میدهد. همه بدبختی ها روی میدهد. از این خاطر جوانای عزیز، در هر یک جایی که شما وقتی میشنوین یک شخص ابوبکر صدیق رضی الله عنه را محاکمه میکند، تحقیر میکند، اگر شما برای خود سکوت اختیار کنین، در جان خودتان جبر کردگین. شما باید سکوت اختیار نکنید، باید پیرو عقیده نادرست او انسان شما نشوین، زیرا فردا در زیر بیرق اونها شما همگیتان بعد در عذاب پروردگار روبرو میشوید. شکر وحدت، شکر آرامی، شکر این صلح و صلاح، شکر این مسجدهای پر از مردم، شکر این دروازه های مدرسه های کشاده، شکر این تبلیغ، این تشویق، شکر این میکروفون هایی که امروز در داخلش کلمه الله صدا میدهد. اینا را شکرانه کردن در کار. همه اینها اگر ما وقتی که شرایط دادن گرفتیم، تا چند اینا قوت گرفتن، این شرایط ها از دست ما و شما به شک می روند، در دست ما و شما باقی نمی ماند. دیگر مراجعت من امین از پدرای عزیز، وقتی بچه هاتان در کجایی که می خوانانین، دانید که وای چی می خواند، دانید که وای چی می خواند، کجا می رود، چی ها خوانده ایستاده است. امروز یگانه در تاجیکستان من، در تاجیکستان همه ما و شما، چندین بار فکری خود، عقیده خود بیان کردم
یگانه مطابق و مناسب مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. برای همین آگاه باشیم بچه های ما و شما کجا می روند، چی ها می خوانند، پیرهای اونا کیا هست، چی تعلیم می دهد. و دیگر مراجعتی که دارم مراجعتم این است، هر یک انسانی که با این زبان نسبت این 4 یار پیغمبر تحقیر دارد، دشنام دارد، لعنت دارد، یا بعض شخصانی که نسبت حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اگر زبانی طعن یا زبانی لعنت اگر کشاده میکنند، حدیث حضرت عقبه ابن عامر به یادم آمد که روایت ترمذی هست. حضرت عقبه آمدن گفتند یا رسول الله من نجات. اونا فقط نجات میخواستند در قیامت از خجالت و از شرمندگی، از بیزابیتگی خلاص باشند. ای حبیب خدا چیکار کنم که نجات میابم؟ اولین سخنی که حبیب خدا به عقبه گفت این چی بود؟ امسک علیک لسانک. ای عقبه زبان تا همیشه نگه دار، زبانت را همیشه نگه دار، تو فردای قیامت نجات میابی. مقصد اگر این زبانی که دوستان خدا را تحقیر کند، دشنام دهد، این زبان همراه صاحبش میسوزد، این زبان در پیشگاه پروردگار فردا جواب میگوید. خدا رحمت کند حضرت مولوی جنون رحمت الله علیه ما و شما را دادرای عزیز نصیحت میکند هوشیار باشین. من برای شما تاکید میکنم آینده ها باز دیگر فکرها و دیگر سخنها هم پیدا شدن میگیرد، لیکن ما زنده هستیم مرده هستیم این کسی نمیداند. فقط برای شما خبر میدهم، شما هر یک این نقطه هر یک جمله ما را در ترازوی عقلتان سنجین، بعدا قبول کنین. با زینهاری بسد زینهار زبان از رنجش این مردان نگه دار. حضرت مولوی خدا رحمتش کند با زینهاری بسد زینهار زبان از رنجش این مردان نگه دار. همان قوم برافت مبتلا شد، ز آزار دل مرد خدا شد. که 100 بار این جهان از آه دل سوخت، ولیکن به ادب عبرت نآموخت. شناس ای کور دل آتش نفس را، بکن اندیشه روزی پیش و پس را. سگ از اخلاص آمد جنس آدم، ز به اخلاص آدم شد ز سگ کم. حضرت معاذ رضی الله عنه به جانب پیغمبر خدا گفتند یا رسول الله این لمؤاخذون بما نتکلم به. ای حبیب خدا گفت، حضرت معاذ گفتند آیا آن چیزی که از زبان ما بیرون می شود، با زبان ما گفته می شود، آیا با سبب همون سخن ما در پیشگاه خدا جواب می گوییم؟ حضرت معاذ گفتند حبیب خدا چی گفتند؟ ثکلت که امک یا معاذ. ثکلت که امک این دعا نیست، این همچو یک در عربها در یک رفتی گپ این دعا را همچو استفاده میبرند، مثل تریبت یداک، مثل قاتلک الله. این کلمه هایتن که عربها در رفتی گپ استفاده میبرند. پس سوی معاذ چی گفت؟ ثکلت که امک، مادر در اعضای تو نشیند یا مادر تو را گم کند. وقتی که حضرت معاذ گفت از حساب زبان در پیشگاه خدا ما جواب میگوییم، و حبیب خدا چی گفتند؟ هل یکب الناس فی نار جهنم علی وجوههم الا حسائد السنتهم. حبیب خدا گفت مادر تو را گم کند این معاذ. آن انسانهایی که سرازیر در جهنم پرتافته می شود، همه اونها از حساب علمین حاصل زبانشان است. برای همین دادرای عزیز
مراجعت خودم را همینجا خاتمه میبخشم و فقط برای شما همین گفتنی هستم، احتیاط کنید، این عقیده نادرست در خودتان راه ندهید. فقط و فقط امروز ما الحمدلله مسلمان هستیم، برای ما عزیز و مقدس است قرآن، احادیث های رسول اکرم، و امروز اکثریت ما که پیرو مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستیم، باید که دفاعی از صاحب مذهب ما هم داشته باشیم. من میخواهم که عقیده خود حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را از فقه اکبر صاحب مذهب ما و شما نسبت این چهاریار چی گفتند، انا همین عقیده را باید ما و شما داشته باشید. عقیده حضرت امام ابو حنیفه، حضرت گفتند افضل الناس بعد النبی علیه الصلاة والسلام ابو بکر صدیق، ثم عمر ابن الخطاب، ثم عثمان ابن عفان ذی النورین، ثم علی ابن ابو طالب المرتضى رضی الله تعالی عنهم اجمعین. این در فقه اکبر عقیده حضرت امام ابو حنیفه گویم عقیده تمام مردم مسلمان انا همین است که افضل ترین مردم بعد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این مرتبه ابوبکر صدیق می ایستد. بعد حبیب خدا از همه افضل ترین مردم کی بوده است؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه بوده است. بعد از این عمر فرزند خطاب می باشد. بعد از این حضرت عثمان ابن عفان می باشد. بعد از این علی فرزند ابی طالب می باشد. خلافت ایشان هم با همین ترتیب، خلافت شانم انا با همین ترتیب، اول ابو بکر، بعد عمر، بعد عثمان، بعد علی رضی الله عنهم. در دوام حضرت امام ابو حنیفه چی گفتند؟ عابدین ثابتین علی الحق مع الحق و نتولاهم جمیعا. این عقیده است، این عقیده را همه ما و شما باید قبول داشته باشید. این چهاریار پیغمبر عابدین، اینا عبادت گزار بودند، اینا شب و روز در عبادت پروردگار بودند، از ذکر خداوند ذره خالی نبودند. ثابتین علی الحق مع الحق، اینا همیشه حقیقت جوی بودند، فقط پیرو حق بودند. و وظیفه ما اهل سنت و الجماعه این است که این چهاریار دوست داریم. در دوام حضرت امام ابو حنیفه چی گفتند؟ ولا نذكر احدا من اصحاب رسول الله علیه الصلاة والسلام الا بخیر. انا این عقیده ما و شما است. یاد نمی کنیم هیچ صحابه پیغمبری خدا را مگر که به حق، مگر که به خیر. ببین هر یک صحابه پیغمبر وقتی که در مجلس ما و شما نامش گرفته می شود، چه حضرت عمر باشد، چه ابوبکر صدیق باشد، چه حضرت علی، عثمان، چه دیگر گویم ابو موسی اشعری باشد، چه حضرت ابو طلحه باشد، چه حضرت عبدالرحمن ابن عوف باشد، مقصد هر یک صحابه پیغمبری خدا هر وقتایی که اگر نام ایشان گرفته شود یا وقتی اطراف اونها در کجایی که محاکمه رود، یقین فقط خیر یاد کنید. اگر چند که از اونا کاری بدم که گذشته باشد، کاری بدی اونا از روی اجتهاد بود، از روی فسادی و سرکشی نبود. و این خاطر اگر کاری بدم که از دستشان گذشته باشم، ما باید که به خیر یادشان کنیم. هیچ وقت نگذاریم که صحابه های پیغمبر خدا زیر تحقیر و محاکمه ما و شما قرار گیرند. این ما حق نداریم. چنانه که الان من از فقه اکبر برای شما عقیده حضرت امام ابو حنیفه را خواندم. کدام صحابه پیغمبر که نامش گرفته شد شما چی گوین؟ رضی الله عنه، خدا از او راضی باشد. اگرچه در تاریخ بعضی اگر کردار بدشان هم که خوانین، شما گوین خدا رحمت و مغفرتشان کند. زیرا که برادرای عزیز و گرامی، به خدا وقت تاریخ صحابه را انسان میخواند، در این مسلمانی که ما و شما داریم انسان شرم میکند.
انسان شر میکنه در این مسلمانی که ما و شما داریم. حبیب خدا در حدیث متفق علیه روایت می شود خیرکم قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. این از فضیلت اصحاب پیغمبر است. وقتی ما صحابه پیغمبر خدا را وقتی اگر تنقید کردیم یا زیر ملامت و محاکمه قرار دادیم، ما در برابر این حدیث پیغمبر خدا گناهگار هستیم. ببینید چی میگوید پیغمبر خدا؟ خیرکم قرنی، بهترین شما ای بندگان خدا آن کسانی هستند که در قرن من زندگی میکردند. ببین قرن گفته چی را میگویند؟ یک عصر را میگویند. یک عصر 100 سال در بر میگیرند. ببین حبیب خدا گفت آن بندگانی که در 100 ساله همراه من بودند یا هم عصر من بودند، اینا بهترین شما با حساب میروند. بهترین ما و شما کسانی بودند که هم عصر پیغمبر خدا بودند. در برابر این من باید قید کنم که این چهاریارم که داخل شود، صحابه های پیغمبرم که داخل شود، حضرت امام ابو حنیفه هم در همین قرن پیغمبر خدا به دنیا آمدند. امروز از بعض کودکا گویم یا از بعض گویم شخصان الهیده وجود دارد که حتی نسبت حضرت امام ابو حنیفه هم بدگویی دارد، حتی ایراد از حضرت امام ابو حنیفه میگیرد. بهترین قرن من است. حبیب خدا گفتند. بعد از آن باز یاد کردند ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. مقصد از این کیست؟ تابعین و تبع تابعین است. کسانی که صحابه های مرا دیدند و آن کسانی را دیدند که اونا صحابه های مرا دیدند. امام نووی خدا رحمت و مغفرتش کند در شرح ریاض الصالحین نزهة المتقین میگوید که تا دوره تابعین و تبع تابعین همگی 220 سال سپری شده است. 220 سال. گویم حبیب خدا اکنون بهترین قرن من از گفت و این 220 سال همگیش در بهترین بندگان خدا حواله کرد که تا 220 سال بنده هایی که وجود داشتند اینا در بهترین بندگان خدا داخل می شود. ثم یکون بعدهم قوم یشهدون ولا یستشهدون یخونون ولا یؤتمنون. بین حبیب خدا گفت بعد این تابعین که ها به دنیا می آیند. چگونه قوم ها به دنیا می آیند؟ قوم های به دنیا می آیند که طلب شهادت کردن نمی شوند، شهادت می دهند. قوم های به دنیا می آیند که در امانت ها خیانت می کنند. ینظرون ولا یوفون. نظر میکنند در نظرهاشون وفا نمیکنند. قومهای به دنیا میآیند که فقط و فقط تن پرور میشوند. ببین امروز ما از جمله همون کسانی هستیم که پیغمبر خدا گفتن قومهای به دنیا میآیند که تن پرور میشوند. ما امروز تن پرورها نشسته اصحاب پیغمبر خدا را محاکمه میکنیم. کسانی را که پیغمبر خدا گفتن بهترین بندگان خدا هستند، ما بنده های تنپرور استاده اونها را سنگ میزنیم. این خیلی مصیبت کلان است. حضرت سعدی است یا سدی است در کتاب یاد میکند، سخن حضرت عمر میارد. میگه حضرت عمر گفتند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کنتم خیر امة اخرجت للناس. حضرت سعدی میگوید، مفسر قرآن است، میگوید حضرت عمر گفتند که انا همین آیتی که در آل عمران است کنتم خیر امة، شما هستید بهترین بندگان خدا.
کنتم خیر امتینه که خداوند گفت بهترین بندگان خدا شما هستید، میگوید اشاره به سوی صحابگان پیغمبر است. زیرا اگر خداوند لفظ انتم را استفاده می برد در جای کنتم، انتم را استفاده می برد، پس همه ما و شما در او داخل می شدیم. لیکن وقتی کنتم خداوند گفت، میگد اشاره به سوی اصحاب پیغمبر است. شما هستید ای صحابه های پیغمبر بهترین بندگان خدا هستید. زیرا که اینا بندگانی بودند برادرای عزیز و گرامی، والله که مثل خانه های ما و شما خانه نداشتند، مثل لباس های ما و شما لباس نداشتند، مثل خوردنی هایی که ما و شما داریم مثل این خوردنی ها نداشتند. اینا بسیاری بیچاره ها لاغر بودند، بسیار گیم زرد رخساره بودند. بازم بی قوتی و ناتواناییشان شب و روز باز عبادت پروردگار در قائم بودند. عبدالله ابن مسعود میگوید یک شخص مسجد رسول اکرم در آمد و گفت کیها هستند همون شخصانی که پروای دنیا نداشتند لکن مشتاق فقط آخرت داشتند؟ کیا هستند اونا؟ این مرد میگوید درک نداشت. حضرت عبدالله ابن مسعود میگوید دست او را گرفتم آوردم نزد قبر رسول اکرم که در پهلوی ایشان ابوبکر صدیق خواب بود و حضرت عمر. گفتم آن شخصانی که پروای دنیا نداشتند و به دنیا تکیه نداشتند فقط مشتاق آخرت بودند، انا منها هستند رسول اکرم محمد صلی الله علیه و سلم و یار اولی و ابوبکر و عمر رضی الله عنه، انا منها هستند. ابوبکر اصل نام ایشان عبدالله بود. عبدالله لقب صدیق داشت و لقب عتیق داشت. دو لقب داشت. پیغمبر خدا برای ابوبکر دو لقب گذاشته بود. یکی لقب صدیقی، ما ابوبکر صدیق میگوییم. یکی لقب عتیق، آزاد کننده. و کنیتش ابوبکر بود، نام اصلش عبدالله بود. صاحبای کتاب میگوید قد بلند داشت حضرت و بسیار لاغر بود، خراب بود، رخساره سفید کمگوش داشت، بسیار یک هیبت داشت، بسیار مویهای زیبا داشت. میگوید در دوره های جاهلیت پیش از اسلامیش دو زن داشت. میگوید یکی قتلته میگوید، دیگر ام رومان که مادر عایشه بود. بعد اسلام قبول کردن باز دو زن دیگر میگوید گرفت، یکی نام اسماء، دیگر نام حبیبه. وقتی که ابوبکر صدیق از دنیا گذشت، این زنی که در دوره‌های اسلامی به نام حبیبه گرفته بود حامله دار بود. در شکمش سیوم دخترش ام گلسوم بود. همگی 6 فرزند داشت: عبدالله، عبدالرحمن، محمد. عبداللهش در جنگ طائف یردار شد، در پشتیبانی از دین اسلام، از قرآن، از محمد صلی الله علیه و سلم یردار شدند. حتی همون تیری که میگوید در جسد بچهش عبدالله زدگی بود، همون تیر در خانهش بود، نگاش میداشت دایم. اول خلافتی که شروع کرد، بچهش عبدالله از حساب همون زخمی در جنگ جان به حق تسلیم کرد. دیگر بچه های او عبدالرحمن و محمد در حیات بودند. 3 دختر داشتند: اسماء، حضرت عایشه و ام گلسوم. 3 دختر داشتند. این لقب صدیقی و لقب عتیق در ابوبکر از کجا پیدا شد؟ حضرت ابوبکر رضی الله عنه
در اصل بسیار صدیق بودند، بسیار جانفدا بودند، همه تحملات به گردن خود می برداشتند، زیادتر در راه دعوت هیچ چشم ترس نداشتند. یکی از مشکلات های او را در کتاب حیات صحابه حکایه می کنند که میگوید وقتی که عایشه میگوید صف مسلمان ها میگوید وقتی که به 39 نفر رسیده بود، ابوبکر صدیق خواست که این کلمه زیبای لا اله الا الله محمد رسول الله را در بین تمام مشرکان اعلان کند. بعدا پیشنهاد کرد به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که حبیب خدا، من هیچ طاقت کرده نمیتوانم که این کلمه زیبا را و این دین حق را در سینه خود مخفی نگه دارم. اگرچند که حبیب خدا برای اینا توصیه داده بود تا زمانی که اگر نفران ما زیاد نشود، قوه ما بزرگ نشود، در برابر اینا ما ایستادگی کرده نمیتوانیم. ابوبکر صدیق غیرت داشت، جسارت داشت، از فشار نمی ترسید، از دوغ و پوپیسه نمی ترسید. بالای ما اندک فشار آید در حال قفانشینی میکنید. حضرت همگی را گرفتن، خانه کعبه رفتند. 39 مسلمان، 39 نفر در برابر این قدر هزارها مشرکایی که دشمن محمد و دشمن قرآن بودند. حضرت ابوبکر میگوید در خانه کعبه که این قدر بت‌های زیاد ایستاده بودند، بالا یک سنگ برآمد و با آواز بلند میگوید یگانگی پروردگار در بین مشرکان عرب خواند. گفت این بت‌هایی که شما خدا گفته عبادت میکنین، اینا سنگ هستند که از اینا هیچ حاجت بیرون نمیشود، از اینا هیچ فایده ای نیست، فقط خدا یک و یگانه است و محمد بنده او فرستاده اوست. وقتی این اعلان کرد، مشرکای عرب در حال ناراحت شدند، از جا خیستند و حمله بالای این مسلمان ها کردند. میگوید عتبه ابن ربیعه که یکی از دشمنای سرسخت قرآن بود، هجوم بالای ابوبکر صدیق کرد. بالای سینه میگد حضرت می برآمد، پافشانی میکرد، میزد به دهان او، به چهره او، به شکم او میزد. آنقدر میگد ابوبکر صدیق زخمی شدند که حتی همون قبیله که از ابوبکر صدیق بودند، همون قبیله ابوبکر صدیق دیگر نمیشناختند. آنقدر چهره حضرت پر از خون، ورم و دیگر کندگی و دیگر جراحت ها پیدا شدند. به هر حالم که باشد میگوید حضرت ابوبکر را برداشتند، آوردن به خانه. پدرشان حیات بود، ابو قحافه، و مادرشان سلمه نام داشت، وی هم حیات بود. وقتی مادرش میگوید این حال فرزند شدید، بسیار غمگین شد. البته میوه دل مادر بسیار غم میخورد. در حال میگوید چهره های حضرت ابوبکر تازه میکرد و حضرت ابوبکر به خود نمی آمد. این کار میگوید سحر شروع شده بود تا بیگاه حضرت ابوبکر به خود نآمد. قبیله ها در اطرافش نشسته بودند، خواستند که ابوبکر صدیق به هوش بیاید، او را نصیحت کنیم که از محمد کنده شود، دیگر پیرو محمد نشود، همه این عذاب و دقت از پشت محمد است. خواستند که وی نصیحت کنند. لیکن وقتی که بیگاه ابوبکر صدیق چشمش گشاد و این مشکلات و درد و مشقتی که در وجود ابوبکر صدیق بود، خود ابوبکر وی تصور کرده میتوانست خلاص. بازم این وقت چشم گشاد، نگاه کرد پدر نشسته، مادر نشسته، همون قبیله که چند نفر بودن در اطرافش نشستند، در دستشان نوشاکی و غذاها که ابوبکر به خود بیاید و او را از این غذاها تأمین کنیم. لیکن چشمی که ابوبکر گشاد به سوی مادرش نگاه کرد،
اولین جمله که ابوبکر صدیق گفت این چی بود؟ ببین از حال خودش فراموش کرده است، از مشقت و درد و سوزاکی که در وجود او بود از این فراموش کرده بود و سوی مادرش گشت و گفت حال محمد چگونه باشد. اولین جمله که حضرت ابوبکر در مقابله مادرش گفت انا همین بود که حال حبیب خدا محمد چگونه باشد. مادرش وقتی این شنید، اسلام نآورده بود، پدرش اسلام نآورده بود، اون اطرافی ها اسلام نآورده بود، یکی یک باره گویم غضبناک شدند، گفتند ما برای اون نزد تو نشستیم که تو از این محمد کنده شوی. همه این عذاب و مشقتی که بالای تو آمد و این گویم که آب روی قبیله ما ریخت از دستی تو که تو پیرو محمد صلی الله علیه و سلم شدی، از او کنده شو. وقتی مادرش میگد غذا را دراز کرد، ابوبکر از آب نوشد. اگرچه حلق ابوبکر خشک بود، اراده آب نوشیدن داشت، گفت قسم به خدا گفت اگر تا چهره پیغمبر نبینم این غذا و آب برای خود هیچ وقت گفت اختیار نمی کنم. خیش و قومیت از جا خیستن رفتن قهر کردن. لیکن مادر که مادر بود گفت من محمد را نمیشناسم، نمیدانم که وی در کجاست، چه احوال دارد. گفت رفته فاطمه دختر عمر را بپرس، وی میداند که حال محمد چگونه است. وقتی که مادرش سلمه ابوبکر را پیش فاطمه آمد، دختر عمر که دختر عمر ایمان آوردگی بود، گفت فاطمه گفت بچه من امروز در همین خیل حالت قرار دارد، خبر داری؟ گفت خبر دارم. گفت وی غذا نمی خورد، آب نمی نوشد تا اگر میگوید جمال حبیب خدا را نبینم. فاطمه که از مادر ابوبکر ترسید، اسلامشان که مخفی بود پنهانی بود، گفت من نه ابوبکر را میشناسم نه محمد را میشناسم، لیکن گفت اگر اجازت دهی برای خبرگیری نزد فرزندت میروم. گفت اجازت هست. وقتی آمد رو برای ابوبکر نشست، ابوبکر گفت فاطمه گفت از احوال حبیب خدا مرا خبر ده، در کدام احوال قرار دارد؟ فاطمه گفت مادرت گوش دارد. از مادر ابوبکر میترسید. گفت پروا نکن، گفت سخن کن. گفت وی الحال در خانه ارقمه است، گفت حالش خوب است. گفت مادر گفت من از جای خود خیسته نمیتوانم، یعنی این پایها و این دستها و این وجود دیگر قوتی راه گشتن ندارد، فقط میخواهم در تکیه شما خانه ارقمه روم تا که از حال پیغمبری خدا خبر گیرم. این محبت ببینید، این دفاع از پیغمبر ببینید. به پیغمبر خدا ساعت استاده نمیتوانستند، ساعت در حالت بیماری هم باید که نزد حبیب خدا باشد. اینقدر محبتی بر حبیب خدا داشتند. امروز ما و شما باور کنین آنقدر جوانای بی غیرت شدیم که پیغمبر خدا را در پیش ما تنقید کنن، زبان ما کشاده نمی شود، محافظتی از پیغمبر کردن نمیتونیم. کجا ما در اطراف ابوبکر و عمر و عثمان دفاع از اینا برای شما صحبت کنم؟ وقتی معلم رهبر اسلام ما و شما شفاعت کننده انا همین گونه جوانای گویم بی غیرتی که ما و شما داریم برای اینا شفاعت کننده در روز قیامت است، دفاع از پیغمبر خدا کردن نمیتونیم. حالتی که راه گشته نمیتواند، آب از حلقش نمیگذرد تا حبیب خدا را نبینم آب نمی نوشد. بالای کتف فاطمه و بالای کتف مادرش سلمه به خانه ارقمه آمدند. وقتی نزدیک خانه شدند، در حال پاسبانای دری که در اطراف بودند گفتند ابوبکر می آید. مسلمان ها در همون یک خانه‌چه ارقمه جمع شدگی بودند. وقتی رسول اکرم میگوید ابوبکر صدیق نام شکی شنید، از جاش خیز پیشوای ابوبکر صدیق. ابوبکر در کدام احوال باشد؟ ابوبکر دید گویا که چند ساله ابوبکر صدیق ندیده باشد. او را در آغوشش گرفت، او را میبوسید، او را دل به امیدی میداد، قوت میبخشید.
آمد میگوید خانه در آمد. صحابه ها همه زیارت ابوبکر میکردند. رسول اکرم میگوید گشت نگاه کرد، سلمه مادر ابوبکر نشناخت. گفت این کیست؟ گفت این مادرم است. گفت این آمده است تا که ایمان بیارد، آمده است تا که اسلام قبول کند. حبیب خدا گفت در حقش دعا کنید. گفت حضرت میگوید دست برداشتن در حق مادر ابوبکر دعا کردند. در حال میگوید در سینه مادر ابوبکر این لذت اسلام جوشید و گفت بگو کدام کلمه است که آدم مسلمان می شود. نزد حبیب خدا کلمه لا اله الا الله را بیان کرد و در هموجه لقب ام الخیر برای خود انتخاب کرد. ام الخیر، مادر ابوبکر صدیق اکثر وقت ام الخیر میگوید. این مشکلات هایی که ابوبکر صدیق در حیات پیغمبر خدا روبرو شدند این یک نیست، بلکه انشاءالله من هر یک جمعه از مشکلات هایی که ابوبکر صدیق دفاعی که از محمد و قرآن میکردند من برای شما یکایک البته صحبت میکنم. ابو موسی اشعری رضی الله عنه میگوید روزی در خانه طهارت کردم و اراده کردم که امروز رفته لاکونن بواب رسول الله صلی الله علیه و سلم، امروز برای خود فقط اختیار میکنم تا بگاه دروازه‌بان پیغمبر میشوم، نزد دروازه امید میشینم، خدمت رسول اکرم رو میکنم. وقتی طهارت کردم میگوید آمدم خانهش پرسیدم، گفتن مسجد رفته است. وقتی آمدم مسجد پرسان کردم گفتن نزد چای عریس رفته است. این حدیث در بخاری روایت می شود. آمدم میگوید نگاه کردم که حبیب خدا نزد همون چای عریس پایهایش کشالک نشستگی هست. با او سلام کردم و گفتم امروز ای حبیب خدا من وظیفم این است که دروازه‌بان شما شوم. حبیب خدا میگوید رخصت دادم. ابو موسی اشعری میگوید آمدم نزد دروازه نشستم، فدق الباب فقلت من هذا؟ قال ابو بکر. یکی دروازه زده شد، میگوید تق تقی در برآمد. نزد دروازه آمدم، دروازه را نمیگشایم تا زمانی که اگر نفهمم که کیست پسی دروازه. گفتم کی هستی پسی دروازه؟ گفت ابو بکر هستم. نزد حبیب خدا آمدم، میگوید در او آمدم نزد حبیب خدا، گفتم جاء ابو بکر یستأذن، ابو بکر آمده است طلب داخل شدن نزد شما میخواهد. ابو بکر رسید، حبیب خدا به ابو موسی اشعری چی گفت؟ گفت اذن له و بشره بالجنه. گفت دروازه ابو بکر کشا، گفت اجازتش ده نزد من بیاید، لکن نزد دروازه به او خبر بده که حبیب خدا تو را بشارتی به جنت داد، بشارتی به جنت داد، جنت مشتاق توست. وقتی میگوید نزد دروازه آمدم، فقلت ادخل یا ابو بکر یبشرک رسول الله صلی الله علیه و سلم بالجنه. داخل شو نزد حبیب خدا برو و حبیب خدا تو را الحال بشارتی به جنت داد. ابو بکر صدیق از این بشارت پیغمبر خدا خوشحال شدند و آمده میگه در طرف راست پیغمبر خدا نشستند در همون چای عریس و با او هم گفتار شدند. وقتی صحیح بخاری روایت این حدیث میکند که ابوبکر صدیق از 10 یار بهشتی یکی ابوبکر صدیق است. او را پیغمبر خدا بشارت به جنت دادند. چگونه وقتی ما نام حضرتش نبیم رضی الله عنه نگوییم؟ چگونه ما فرزندمان ابوبکر نام نگذاریم وقتی که او را بشارت به جنت دادند؟ چگونه ما مشتی در دهان همون جوانمردی که نام ابوبکر میگیرد و او را سرزنش میکند مشت به دهان او نزنید؟ وقتی شخصی که او بشارت به جنت دارد. همین ابو موسی اشعری را
در حکایه ها میارد که دوره های خلافت حضرت عمر بود، میگوید حضرت عمر امین ابو موسی اشعری را میر شهر عراق تعیین کرد. میر شهر حضرت رفتن در عراق میر شهر شدن. اون زمانا میر شهر نماز جمعه را میخوند. نماز جمعه مردم هم میر شهر پیش میدرآمد و مردم خطبه میخواندند. برآمد میگه ابو موسی اشعری و خطبه خواندند. در اول خطبه شان حمد و ثنای پروردگار گفتند و خطبه را وقت تمام کردند در حق خلیفه دوم پیغمبر که همون زمان در خلیفگی نشسته بود حضرت عمر بود، در حق حضرت عمر دعا کردند. ولی امروز عقیده اهل سنت و الجماعه همین است که باید در حق رهبر باید دعا کنیم ما. ولی اگر دعا کنی بعضی آدما کچفه من میگد بازی چی مقصد داشته باشد. حالا که دعا کردن در حق رهبر دولت این سنت است. ابو موسی اشعری در حق حضرت عمر دعا کردند. وقتی که خطبه را تمام کرد یکی از صحابه های پیغمبر از بین خیست. حضرت ضبط بودند. گفتن ای ابو موسی اشعری، حمد و ثنای خدا گفتی، در حق حضرت عمر رضی الله عنه دعا کردی، برای چی در دعات ابوبکر صدیق یاد نکردی؟ وای وفات کرده، چرا در حق ایشان دعا نکردی؟ وای دوست پیغمبری خدا بود، وای اولی خلیفه پیغمبری خدا بود، وای جان فدای در راه اسلام بود، چرا در حق او دعا نکردی؟ ابو موسی اشعری از سخن حضرت ضبط ناراحت شدند. در حال یک تلگرام نویساندند به حضرت عمر به مدینه روان کردند که یکی از صحابه های پیغمبر حضرت ضبط از خطبه خواندگی من ناراضگی بیان کردند، ناراضی شدند. حضرت عمر وقتی این تلگرام را گرفت در حال این حضرت ضبط پیدا کرد. گفت بیا، گفت از عراق به مدینه آمدن هم خیلی کاری مشکل بود، اطاعت خلیفه کرده این حضرت ضبط از اینجا خسته پیش حضرت عمر رفتند. وقتی با حضرت عمر روبرو شدن حضرت عمر گفت تو کی هستی؟ گفت من حضرت ضبط هستم. تو همون شخصی هستی که در خطبه خواندن ابو موسی اشعری ناراحت شدی، ناراضگی بیان کردی؟ گفت بله من همون هستم. گفت خوش نآمدی و صفا نگفتی. حضرت عمر گفتن برای چی خوش نآمدم، برای چی صفا نگفتم؟ اصل قضیه را من برای تو بیان کنم. گفتن حضرت عمر گوش انداز. گفت چی است اصل قضیه چیست؟ گفت وقتی ابو موسی اشعری بالای منبر برآمد بعد حمد و ثنا فقط در حق شما دعا کرد و ابوبکر صدیق یاد نکرد. حضرت عمر میگوید وقتی که این سخن که شنید از جاش خیست و گفت ای حضرت ضبط، گفت تو در مرتبه و در راست روی و در شرف از ابو موسی اشعری بالاتر هستی. گفت تو بالاتر هستی. وقتی میگد این سخن گفت از چشمهاش میگد اشک‌ها سرازیر شدن گرفت، میگوید تا چند آوازش بلند شدن گرفت، میگوید و گفت قسم به خدا، گفتن حضرت عمر قسم به خدا گفتن که یک شبه گفتن یک روز حیات حضرت ابوبکر بهتر است از عمر و از اولاد حضرت عمر. یک شبه گفتن خدمت و حیات ابوبکر صدیق بهتر است از حضرت عمر و بهتر است از اولاد و از عبادت حضرت عمر. اینا حضرت عمر در برابر ابو موسی اشعری گفتند. صحابه های پیغمبری خدا چی یادهای خیر میکردند. تماما حضرت ابوبکر تکیه به دنیا نداشت، دنیا را بسیار بد میدید. انشاءالله من جمعه آینده اطراف قصه غار
که چگونه حبیب خدا هجرت کردن، به غار رفتن، در غار چی کار کردن، چی خدمت‌ها را ابوبکر صدیق در غار کرد و برای چی لقب حضرت ابوبکر عتیق است، کی را آزاد کرد. جمعه آینده انشاءالله من برای شما صحبت میکنم. لیکن فقط صحبت من، فقط مقصدم این است که شما برادرای عزیز و گرامی بیدار شوین که این عقیده که من برای شما خوانده دادم، این باید عقیده همه ما و شما باشد. برای آن گروه هایی که امروز سنگ زننده این چهاریار پیغمبر است، باید در جای ما و شما جای نداشته باشند. آن کسانی که امروز چهاریار پیغمبر خدا را سنگ میزنند، اونا باید مورد محاکمه در بین ما و شما قرار گیرند، زیرا اینا هم در دنیای ما خلل دارند، هم در آخرت ما. اینا البته از دیگر جانب قوه میگیرند، از دیگر جانب این عقیده ها را برای خود قبول میکنند. برای این باز میگویم که دادرای عزیز، پدرای عزیز، میلش بچه های شما بگذار خوانند، لیکن نگاه کنید که در کجا میخوانند و چی میخوانند. اینش بسیار با دقت باشید، نشود که فردا باز گوییم که از گروه جنگجویانه و از گروه پراکنده میکردگی این مردم ما و شما شوند. احتیاط کنید در این